خب در مورد محدودیت 2 ساله کانادا در مورد ویزاهای دانشجوییش 3 نکته اصلی وجود داره. یکی این که اختصاص ظرفیت به تفکیک استان هستش، یعنی هر استان با توجه به جمعیتش میتونه پذیرش محدودی داشته باشه و دانشجوها علاوه بر مجوز تحصیلی باید یک گواهی هم از اون استان داشته باشن و تو مدارکشون ارائه بدن. دومی در مورد پست گریجویت ورک پرمیت هست و اجازه کار پس از تحصیل که از سپتامبر 2024 دانشجویای فارغ التحصیل از مؤسسات خصوصی اجازه کار پس از تحصیل ندارن. و سومیش در مورد اجازه کار همسران هستش که فقط همسران دانشجویای مقاطع ارشد و دکترا و برخی از رشته‌های پزشکی اجازه کار و یا اوپن ورک پرمیت دارن و این قانون در مورد دانشجوهایی که دارن تمدید میکنن مجوز تحصیلشون و یا در حال حاضر مجوز تحصیل دارن اعمال نمیشه.